سفر عبدالله خاورشناس تاجیک که طی 22 سال اخیر در شهر آلماتی قزاقستان به سر میبرد. استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آلماتی است. طی این مدت مجله‌ای را با نام ایران نامه راه اندازی کرد که تاکنون 30 شماره آن منتشر شده. مجله‌ای علمی ویژه ایران شناسی که در آن سفر عبدالله عمدتاً جستارهای دانشوران ایرانی را به زبان روسی ترجمه و منتشر می‌کند. زمانی که سفر عبدالله به آلماتی نقل مکان کرد، از مؤسسه مطالعات ایران شناسی خبری نبود. شمار اندکی از ایران شناسان در مرکز خاورشناسی وابسته به پژوهشگاه اویغور شناسی قزاقستان کار می‌کردند. با تلاش‌های این گروه مؤسسه ویژه ایران شناسی هم شکل گرفت. همکارم اسفندیار آدینه طی سفر اخیر سفر عبدالله به شهر دوشنبه پای صحبت او نشسته. گفتگوی مفصل داشتند از سیر تاریخی مفاهیمی چون ایران و تاجیک و هویت و پارسی و وضعیت کنونی زبان پارسی که این گزارش به پاره‌هایی از صحبت‌های سفر عبدالله می‌پردازد. ایرانی ها در قیاس اعراب خود را عجمی گفتند یا عرب ها آنها را عجمی گفتند که معناش گنگ است، یعنی زبان عربی بلد نیست، نمیدونند، و در قیاس ترک تاجیک گفتند. در هر منابع تاریخی شما اگر سخن از تاجیک را در برابرش ترک می آید. مثلا سعدی شیرازی خودش چند بار تاجیک گفته. مثلا میگوید شاید که به پادشاه بگویند ترکی تو بریخت خونی تاجیک. در یک ترجیبند میگوید که روی تاجیک خانت بنمای تا داغ حبش آسمان بر چهره ترکان یغمایی کشد. یا مولانا جلال الدین رومی چند بار از واژه تاجیک استفاده برده. در جایی هم میگوید یک حمله و یک حمله آمد شب و تاریکی، ترکی کن و چستی کن نه نرمی و تاجیکی. در ابتدا کلمه تاچی در زبان چینی به معنای ایرانی است که همه همسایه‌های جنوبی خود را تاچی میگفتند. ترکا هم از اونها گرفتند. چون ما در کنار ترکا و در احاطه ترکا زندگی میکنیم و تاجیکستان جزیره ایرانی است که در میان ترکاست، از این لحاظ این نام تاجیک به اینها به صورت اتوماتیک واگذار شد، به ویژه بعد از کشورکشایی‌های انگلیس و روسیه که از قرن 16 میلادی برابر شروع کردند. در طول 1000 سال هم ما قوم تاجیک اسم بوده، اما هیچ جای سخن از زبان که رفت زبان با نام تاجیک وجود نداره. تعبیری است که آقای استالین و یارانش به ملت ما بار کردن، تحمیل کردن، و از سوی دیگر شما میدونید که در زمان استالین هیچ کسی جرأت رد کردن نداشت. هر کسی رد کرد سرش از تنش جدا شد. اول تاجیکی خلق کردند، بعد در قانون اساسی افغانستان که در زمانش ظاهرشاه پذیرفته شد زبان فارسی تاجیکان افغانستان را گفتن زبان دری. طراحی شده بود که پاره پاره کنن و حکومت کنن. یکی از نویسنده‌های بزرگ روس گفته بود که اگه یک نفر را پیوسته 30 روز دیوانه گویی، روزی 31 خودش دیوانه میشه. وقتی که 70 سال به سری شما زدن گفتن شما ایرانی نیستید، ایرانی نیستید، ایرانی نیستید، الان خیلی دشوار شده است بگوییم که ما ایرانی هستیم. خب برای من که 100% وقتی ایران میگم، من ایران خودم و ایران فردوسی در نظر دارم و تنها محدودی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی یه بخشی از ایران بود. طبق شاهنامه تمام شهرهای آسیای میانه دل ایران بود. ببینید وقتی در داستان سیاووش اسیران زیادی را سیاووش از تورانیان میگیره، شرطش این بود که شهرهای ایرانی را رها کنید. در اونجا آشکارا آمده است که شهرهای چاچ، سپیجا، بخارا و سمرقند رها کردند. بعد میگوید رها کرد و رفت با سپه سوی کنگ، بهانه نجست و فریب و درنگ. شما میدونید که در کتاب شهرستان‌های ایران آمده است که نخستین شهری که ایرانیان بنیاد کردند سمرقند بود. ایرانیان در نزدیکی سمرقند شهرهای چاچ، بخارا و اسفجاب را ساختند. شهرهای خوتن و کاشغر نیز از آفریده‌های ایرانیان است. تمام کشورهای و تیره‌های آسیای مرکزی هم در جزء از دولت ساسانی بودند.
یعنی زبان قبل از آن که اعراب بیاید انتشار یافته بود، ولی زبان جدید، فارسی جدید که دارای واژه‌های زیاد عربی است، از این سو دوباره به ایران زمین انتشار یافت. این است که ناصر خسرو در سفرنامه میگوید که قطران نام شاعری را دیدم که در دست دیوان منجیک و دقیقی را داشت، شعر نیکو میگفت و زبان نیکو نمیدانیست و به من هرچی خواندون ندانیست، هرچی نمیدانیست من با او شرح دادم. این معنی آن دارد که در آن سرزمین مثلا فارسی دری چندان رواج نیافته بود، مردم هنوز به زبان پهلوی صحبت میکرد. وضع زبان ما بدبختانه بسیار به نظر من بد است و من وقتی دیروز از خیابان‌های دوشنبه میگشتم چند جا واقعا گریه کردم. مثلا در 4 دانشگاهتان در دیوار نوشته است مرکز روسی. شما همینطور حرف معناشو میفهمید چی؟ من نمیفهمم. ما در زبان فارسی همچون جمله‌ای نداریم. ما باید یگانه راهی که از این بدبختی‌ها رهایی یابیم از دست داده‌های خود را دوباره احیا کنیم. یکی از دست داده‌های ما این خط فارسی است که زوراً با دستور استالین از ما را بودند و بر سر ما خط روسی را تحمیل کردند که یک دیوار چین میان ما و همزبانانمان.